برای افکت گربه از انتهای عنبیه تا یک مقدار مونده به آخر بلندترین سایزمون رو قرار میدیم و انتهای چشم برای اینکه افتادگی نداشته باشه یک سایز کم میکنیم و این قسمت هم به ترتیب سایز هامون رو کم میکنیم. برای افکت عروسکی قسمت میانی چشم سایز بلند کار میشه، از انتهای عنبیه ابتدای عنبیه، و انتهای چشم 3 سایز کم میشه، ابتدای چشم هم حدوداً بین 3 تا 4 سایز کم میشه. برای افکت سنجابی ابتدا، انتها و مرکز رو مشخص میکنیم و همینطور انتهای عنبیه. از این قسمت یک مقدار این برتر سایز بلندمون رو میذاریم، با توجه به افتادگی بین 2 تا 3 سایز کم میکنیم و این قسمت هم باز ما سایزامون کم میشه به ترتیب. برای افکت گلمور 2/3 چشم سایز بلند کار میشه، از ابتدای عنبیه تا یک مقدار مونده به آخر بلندترین سایز، انتهای